و تو عاشقانه خوانم همه شب چرود باران. صنمی نیایشی من به نماز روزگاران. برهت نمی نگاهم چکد از غمی نگاهم. شود آب از جدایی دل سنگی کوساران. اگر آفتابی تو اگر ابری تو خوش باش. بسری برهنه من چو هوای نوبهاران. چو غریبی خواب دیده که به خوابش آب دیده. به سلام چشمهایت رسم از سپیده ساران. به سلام چشمهایت رسم از سپیده ساران. چو نسیمی مست پیچم به شمیم گیسوانت. چو نهال گل برقصا به ترانه های باران. دل تشنه من و تو به هم آب نوشد ای کاش. چو دو کفترک هوایی سری موجی آبشاران. شاعر شعر میگوید تا به دلها راه یابد و به این راه رسیدن رسم دلبری آموختن است. آموختن جهان دل در اندک فرصت غیر امکان است. آموختن هر هنر زمان میخواهد. هنر دلبری باشد زمانها. کلام رحمت نظری خیلی گواراست و شعر او هنرمندانه و دلبری است. استاد میگویند که خوش به حال شاعره که شعرش از دفتر به زبانها میگذرد، به دلها میشیند و سرود میشود و زمزمه اون رو مردم میکند. شما که شاعر هستید بگویید که همین شعر گفتن هنری همه هست یا که عموما همین شعر چی است؟ من این اثبات شده است که بانو استعداد خداداد است، مادرزاد است. ولی اگر استعداد 1% باشد 99% رنج است، زحمت ایجادی است. و مردم تاجیک همه سر تا پا استعدادند. فقط همین قدر در کار که اونها باید زحمت کشند برای ایجاد کردن، کوشش کنند. وقتی خود را دریغ ندارند، کتاب خوانند، یعنی که برای صیقل دادن استعداد خود کوشش کنند. و در خصوص آن که شعر چیست 1000 سال باز بحث ها ادامه دارد که شعر چیست. مثلا یکی از حکیمان بزرگ عین القضات همدانی میگوید جوان مردا شعر را آینه دان. آینه در خود چیزی نیست. وقتی که به آینه مینگری در آن خود را میبینی. یعنی شعر هم همون آینه ای است که کسی که اون را میخواند در اون درد خود را میبیند، در اون سیمای خود را میبیند، در اون یک سرنوشت خود را میخواند، از اون نوشته ها سرنوشت خود را میخواند. این شعر است. و مثلا باز خواجه حافظ میگد که در پس آینه طوطی صفتم داشتند، هرچی نقاش ازل گفت همان میگویم. یعنی که شعر برای آن خداداد است که آن را خدا در دل شاعر میاندازد و او با زحمت آن را به قلم میآورد. به قلم میآورد. و شعر به اندیشه خود من این یک روح است، روح انسان است، اندیشه او است، خیال او است، تصور او است. و شعر باید از قسمت مردم، از سرنوشت مردم بر بیاید. از سرنوشت خود شاعر باید بیرون آید. اگر امروز بحث ها و محاکمه های بسیاری است، اکثر شعرها کتابی اند. کتابی به اون معنی که مثال گیریم اون یک شاعر دیوان های بزرگای بسیار خوانده است، مثلا صایب را خوانده است و خواجه حافظ را خوانده است و شیخ سعدی را خوانده است. اون از یاد کرده است، حفظ کرده است و در نوشته وی بیرون از دل شعر میگوید.
اون چی که میداند و شعر او غزل او به دل مردم راه نمی‌یابد، برای که ساخته است. لیکن وقتی که شاعر از حیات خودش درد خودش رو میگوید، اون شعر میشود. از تجربه زندگی است. تجربه زندگی است. البته بله. وقتی که اون درد خودش میگوید، اون چی که اون میداند با قلم بیارد بگذار. شعرش سخنش اندک ناروان باشد، لیکن شعر است، برای که او سخن خود را گفته است. و مهمترین طلبات از ایجادکار اون است که او سخن خود را گوید، نه اینکه سخن دیگر را تکرار کند. آه من از خود خدا در تو پناه میبرم، سوز نگاهی بیگهان سوی پگاه میبرم. دل به فغان و لب خموش، بار یک آسمان به دوش. صد رهی کهکشان رها سوی تو راه میبرم. سوی تو از علاب دل در کفی باد علنگه، تاب و تب عذاب و گیل نم به نگاه میبرم. دخمسه جهان به سر، وسوسه جهان به دل، نیمه ثواب میبرم نیمه گناه میبرم. از پلکی جبین خیش ماش و برنج ابروان، نیمه سفید میبرم نیمه سیاه میبرم. خود به خود خدا دلم خرخشه دارد از علم. مه شب و آفتاب روز هر دو گواه میبرم. بال من این جهان شکست، لیک ببالمش هنوز. پر اگر مرا کند پر به کلاه میبرم. پر اگر مرا کند پر به کلاه میبرم. امشب برای تو، تنها برای تو، امشب برای تو، تنها برای تو، دل میزند دلم در دل هوای تو، دل میزند دلم در دل هوای تو. امشب از آسمان میبارد آرمان، امشب از آسمان میبارد آرمان. امشب به ماهی نو دارم دعای تو، امشب به ماهی نو دارم دعای تو. امشب به تاب و تب رازی نهان به لب، لرزان صدای من، لرزان صدای تو. بادی خزان وزان، دل سرد و دل گزان، میخواهم آتشک از چشمهای تو، میخواهم آتشک از چشمهای تو. امشب برای تو، تنها برای تو، امشب برای تو، تنها برای تو، دل میزند دلم در دل هوای تو، دل میزند دلم در دل هوای تو. امشب از آسمان میبارد آرمان، امشب از آسمان میبارد آرمان. امشب به ماهی نو دارم
دارم دعای تو، امشب و ماشینم دارم دعای تو. امشب قلم قلم میخندم از علم، از خاطری دلم جویم وفای تو. هر دو در این جهان داغم در نهان، عشقت جزای من، عشقم سزای تو، عشقت جزای من، عشقم سزای تو. امشب برای تو، تنها برای تو، امشب برای تو، تنها برای تو. دل میزند دلم در دل هوای تو، دل میزند دلم در دل هوای تو. امشب از آسمان میبارد آرمان، امشب از آسمان میبارد آرمان. امشب و ماشینم دارم دعای تو، امشب و ماشینم دارم دعای تو، امشب و ماشینم دارم دعای تو. شما که از موسیقی شعر سخن آغاز کردید، خود امین موسیقی آهنگ جان شعر است میگویند و شما دلبستگی سخت دارید به آهنگ شعر، به موسیقی شعر. و محقق و ادبیات شناس ایرانی شفیعی کدکنی گفته است که شعر چیزی نیست بجز بر موسیقی رسیدن کلام. شما اوید یمی آهنگ شعر، موسیقی شعر چی گفتنید؟ چگونه شعر باید گفت که آن آهنگ داشته باشد، موسیقی داشته باشد؟ خودی شعر موسیقی است. عروض میگن که ساخت شعری فارسی تاجیکی عروض در اساس موسیقی آفریده شده است، در اساس ادوار و بحرهای عروضی هست. این بحر بیکنار است. شما تصور کنید که یک اقیانوس که موجها با هم بر میخورد، این یک صدا، یک موسیقی به گوش میبرد و همین ضرب همون موج زنی ها این میشد عروض. عروض اگر گوشنوازی عروض نباشد، عموما شعری که بدون عروض نوشته میشد او به خاطر نمیماند، برای اینکه موسیقی ندارد. و من گمان میکنم که خود زندگی هم صدا هست، نوا هست، موسیقی است. من یک کتابم صدای خاموشی نام دارد. شما تصور کنید که حتی در خاموشی 1001 نوع صدا هست، نوا هست، موسیقی هست و شعر هم باید موسیقی باشد. قافله سالار ادبیات تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی اولا سراول او سازنده سراینده بود. برای همین به دربار سامانیان همچون خواننده پذیرفته شد و سپس به شعرگویی کرد. اون شعر میگفت و خود مینواخت. شعر مشهور رودکی را گیریم، میگد بوی جوی ملیان آید همه، یادی یاری مهربان آید همه. چه خیل روان، چه خیل گوشنواز است. در اینجا موسیقی است. انک موسیقی است در چی است؟ میگد که بوی